با سلام و درود خدمت تمامی تریدرهای عزیز و دوستداران ترید. امیدوارم که عالی باشین با یه روز دیگه از چالش کسب درآمد دلاری با گوشی و از طریق ترید در خدمتتون هستم. همینطور که دارین مشاهده میکنین بله نماد یورو به دلار تایم فریم 1 ساعته یه سری معاملات داشتیم دوستان. اینجاها خیلی رو اعصابمون بود، دقیقا این ناحیه خیلی اذیت کرد. تارگتاشون هم داد ولی خب خیلی رنج کرد و اذیت کرد. تا همین 1 دقیقه من کار میکنم، خاطر همین دیگه معاملات حالت سر به سر بسته شد و گذشت تا که به اینجا رسیدیم. اینجا نقطه خیلی خوبی بود برامون، تارگت خوبی داشت ولی یه جورایی حرکت شارپی که داد و یه مقدار حجم از دست من در رفت. تعداد پوزیشن هایی که گرفتم یه مقدار زیاد شد، به خاطر همین دیگه بعضیاشو متاسفانه یا خوشبختانه زود بستم و یه جوری قطعی نتم متاسفانه یه جوری موزر شده برامون دوستان. همینجور که دارین میبینین و چیزی که مهمه الان سود ما امروز چیزی هلوش تودی 0.5% سود کردیم. درسته که چیزی هلوش $2.60 فقط کمیسیون دادیم. پروفیت اصلی ما چیزی نزدیک $8، یعنی $7.85 و با کسر کمیسیون $5.25 تارگت ما بود و کل بالانس ما تا به الان $1016.69، یعنی یکان چیزی اولوش تقریبا 1.5% توی سوده. خوب بوده به نظر من که خوب بوده، چون تارگت اصلی ما اینه که هفته‌ای 2% سود کنیم و الان ما تقریبا 1% تو این هفته توی 2 روز معاملاتی داشتیم و این کم نیست به نظر من. 1% سود کردیم توی 2 روز معاملاتی، یعنی روزی 0.5%. خوب بوده و هدف اینه که مثبت ببندیم هفته رو دوستان. همینطور که قبلا هم بهتون گفتم تارگت این چالش 6% و ما الان 1.5% توی سودیم، یعنی چند درصد دیگه لازم داریم؟ 4.5%. اگه بخوایم به خودمون فشار بیاریم یا بگیم بذارین که حتما زودتر اینو پاسش کنیم و اینا، قطعا کیفیت ترید ما میاد پایین. تعارف که نداریم و احتمال این که همونقدر که احتمال این که برنده بشیم و احتمال این که بازنده بشیم، به نسبت من میگم احتمال این که بازنده بشیم زیادتره. چرا؟ چون یک زمانی که شما توی سود هستین دیگه مثل قبل دقت ندارین توی معاملاتتون. اینو رعایت کنید دوستان. ببینید این بود دقیقا میگفتم بهتون، احتمال داره ما رو برگردونه. اینه چرا؟ چون تایم بالا یه حالت دراپ بیس دراپی داره شک میگیره. ریسک شکم بالاست برای اینکه بخوایم اینو یه بار تریدش کنیم. از طرفی یه بار بهش رسیده و واکنش خیلی خوبی داده. امروز ساعت هایی که ما انتخاب میکنیم اکثرا واکنش اوله که برای ما مهمه. به نسبت اعتبار سطح رفته میاد پایین. اینو باید همیشه لحاظ کنید. مرسی که حمایت هم میکنید، مرسی که سابسکرایب میکنید
قدردان شما هستم و با من همراه باشید تا پایان این چالش تا ببینیم این حسابی که داریم قراره چیه بشه. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین. فعلا خداحافظ.